سلام به همگی، من مرجانم و قراره اینجا توی یوتیوب با هم دنیای جذاب ناخن رو بشناسیم. از ابزارهای پایه گرفته تا آموزش‌های حرفه‌ای. امروز میخوام ابزارهای اصلی ناخنکاری رو بهتون معرفی کنم، همون ابزارهایی که هر ناخنکاری لازم داره. خب بریم برای شروع. این ابزاری که میبینید اسمش کاتره. کاتر برای کوتاه کردن ناخن مصنوعی استفاده میشه. میبینین اینطوری. خب مورد بعدی سوهان دستیه که برای فرم دادن ناخن و صاف کردن سطحش استفاده میشه. اینجا پوشر فلزی رو داریم و پوشر چوبی. میتونیم از هر دوتا استفاده بکنیم، ولی برای راحت تر و نظافت بیشتر و بهداشت من ترجیح میدم که از پوشر چوبی استفاده بشه. پوشر هم کارایش اینه که کوتیکول عقب میدیم تا برای یک مانیکور حرفه‌ای آماده باشه. اینجا هم نیپر رو داریم و هم قیچی. نیپر و قیچی برای گرفتن گوشای اضافه دور ناخن و یا به اصطلاح کوتیکول استفاده میشه. میتونیم از دوتا استفاده کنیم، ولی من خودم بیشتر از قیچی استفاده میکنم. و اینجا هم براشو داریم که برای کار با ژل استفاده میشه، برای اینکه حالا ژل رو حالت بدیم باش. اینجا هم براشو داریم برای اینکه گرد و غباری که روی ناخن هست با این براش تمیز کنیم. و اینجا بافر رو داریم که برای براق کردن سطح ناخن استفاده میشه. اینجا هم سوهان برقی رو داریم که برای کم کردن حجم مواد، دورگیری و مانیکور استفاده میشه. و یک مورد دیگه که خیلی مهمه دستگاه UV LED هستش که اینجا نتونستم توی ویدیو بهتون نشون بدم. حالا انشالله توی ویدیوهای بعدی کامل براتون توضیح میدم که برای خشک کردن لاک ژل و مواد ژل استفاده میشه. دوستان عزیز، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. اینها ابزارهای اصلی بودن که هر ناخنکاری لازم داره. توی ویدیوهای بعدی آموزش مرحله به مرحله کار با هر کدوم رو میذارم و اگه دوست داشتین لایک کنین، سابسکرایب یادتون نره تا با هم پیش بریم.